ببینیم میشه واقعا عکس آتلیه خودمون درست کنیم. سلام خدمت شما عزیزان. حتما دغدغه خیلیاتون اینه که وقتی میخواید عکس بگیرید حتما باید برید آتلیه، یا یه مواقع استری براتون پیش میاد که میخواید عکسی از خودتون بگیرید به صورت آتلیه‌ای باشه، 3x4 مثلا یا 6x4 که بهش میگن عکسای اداری. حالا یه سایتی پیدا شده که طبق گفته دوست عزیزمون میگه که شما خیلی راحت خودتون یک عکس آتلیه‌ای میتونید تو خونه مثلا از خودتون بندازید و برای چاپ ببرید. ازتون ممنون میشم قبل که آموزش نشونتون بدم کانال من سابسکرایب کنید، بی زحمت یه لطفی کنید، لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید، چون احتمال داره خیلیا بهش احتیاج پیدا کنن و اینکه دسترسی به آتلیه ندارن و پول آتلیه ندارن که بدن. حالا بریم برای آموزش. خب میان داخل برنامه گوگل کروم و داخل گوگل کروم سرچ میکنیم که کات اوت پرو پاسپورت. گزینه اولی که بزنیم همون بالا وارد سایتش میشیم. وقتی وارد سایت شدیم گزینه قرمز رنگ اینجا داره نوشته که آپلود ایمیج. عکسمون آپلود میکنیم، ثبت میکنیم که داخل سایت لود بشه. وقتی داخل سایت لود شد این قسمت پایین عکسمون نشون میده، بعد اندازه‌شو برامون نوشته، پس زمینه ما مثلا چه رنگی باشه انتخاب میکنیم، آبی رنگ باشه. بعد قسمت لباسا میایم قسمت مردانه، زنانه و بچگانه. به قسمت مردانه که بریم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنیم، ثبت میکنیم تا لود بشه، بارگذاری بشه روی عکسمون. یکم زمان میبره. این نمونهشه. حالا یکی دیگه امتحان میکنیم که باید به عکستون هم بخوره. این هم عکسمون. حالا همینو داون میکنیم و میریم برای مرحله بعد اندازه‌شو بشین، هر اندازه‌ای که دوست داریم. بعد ثبت میکنیم تا لود بشه، اینم بارگذاری بشه. اندازه کاغذ رو بهش میدیم، چند اندازه مثلا چند تا روی چه کاغذی باشه و زمانی که تایید شد اینم نتیجهشه که دارید میبینید و قسمت دانلود داره که کیفیت دانلود هم عکسم میبریم بالاتر و تمام عکسمون آماده شده. ممنون.